سلام دوستان عزیز، در این ویدیو ما دو تا چینل معروف را درآمد ماهانهش بخشش ما دوستان نشون میدیم. یک چینل اولی اینی دوستان چینل دوستان بریم ببینیم که در یک ماه این چینل از کانال یوتیوب چند درآمد داره. شما دوستان اگر کدام چینل ها دوست دارید نامش در این ویدیو بنویسید. در ویدیو بعدی ما درآمدش بخش شما دوستان نشان میدیم. درآمد دوستان درآمد این چینل دوستان معلوم شد. درآمد این چینل 482 دلار امریکایی است. ماهانه دوستان این چینل 482 دلار امریکایی درآمد داره. دوستان ویدیو رو لایک کنید، چینل رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز چینل بعدی چینل افغان آلن تیپس یک دوستاش ما با چهره عبداللطیف استور شنیقتای دیگه دوستان می نقشید. دوستان ببینیم که عبداللطیف استور در یک ماه از یوتیوب چند درآمد داره. دوستان لینک چینلش رو سازش کپینیم مریم دوستان در گوگل. دوستان ویدیو را لایک کنید، چینل را سابسکرایب کنید. هر یوتیوبر که دوست دارید نامش را در زیر این ویدیو بنویسید. دوستان در ویدیو بعدی ما برایتان درآمدش نشان میدیم. دوستان هم چینل عبداللطیف استور که چینل افغان آلن تیپس. دوستان عزیز بریم سر کنیم. عبداللطیف دوستان در یک ماه 545 دلار امریکایی از این چینل خود درآمد داره. دوستان شما ویدیو را لایک کنید، چینل را سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.